یکی از سوالاتی که خیلی از دانشجویان و حتی مراجعین دارن اینه که تفاوت استرس و اضطراب در چیه و اگر اینا با هم دیگه تفاوت دارن تأثیرش توی زندگی به چه صورتی هست. ما اینجا خیلی ساده میخوایم این رو توضیح بدیم و البته کاربردش در زندگی رو هم با نکات خیلی اصلی میخوایم صحبت بکنیم در موردش. اگر ما اضطراب رو ترس درونی شده در نظر بگیریم که در واقع آدم احساس میکنه یه تهدیدی داره سراغش میاد، حالا این تهدید میتونه واقعی باشه یا حتی خیالی باشه، اینکه آدم احساس کنه یک در واقع حیوانی داره بهش حمله میکنه که اونجا یک ترس طبیعی داره، یا اینکه فکر میکنه که قرار حیوانی بهش حمله بکنه، یا اینکه تصور میکنه که قراره در آینده یه اتفاقی بیفته، یعنی یکم ابهام داره. اون ترس جنبه اضطراب پیدا میکنه. یعنی در واقع ترس ها و فوبیا ها و اضطراب ها همه از جنس حس تهدید هستند که در واقع ما احساس میکنیم یک اتفاقی قراره بیفته، حالا واقعی یا غیر واقعی، که این قصه خودشو داره و اگر دوست داشته باشید ما در کلیپ ها و برنامه‌های بعدی حتما مفصل در موردش توضیح خواهیم داد. اما چیزی که الان فکر میکنم خیلی تأثیرگذاره تو زندگی ما بحث استرسه. استرس در واقع به معنی عدم تعادل بین توان جسمی روانی ما هست با انتظارات بیرونی. یعنی در واقع هر کدوم از ما یک توانی داریم در بدنمون، هر کدوم از ما یک توان روانی داریم یا اصطلاحاً میگن تاباوری، که نسبت به انتظاری که از بیرون از ما دارن این توان بالاخره یک حدی داره، یعنی یک جایی ما کم میاریم. اصطلاحاً زمانی که ما میایم شروع میکنیم به درس خوندن، شروع میکنیم به کار کردن، مسائل خانواده، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، همه اینا رو میذاری کنار هم دیگه، اینا همه تولید انتظار میکنن و این انتظار از بدن ما هست، از ذهن ما، از سیستم روان ما و حتی از پتانسیل هایی که داریم داره استفاده میکنه و یه جایی اون کم آوردن اتفاق میفته. بالاخره زمانی که اون کم آوردن یا اون عدم تعادل اتفاق افتاد، در واقع استرس فعال شده و اون تغییرات هورمونی در بدن به وجود اومده. به همین دلیل اگر دقت بکنید استرس نسبت به اضطراب آسیبزاتر هست، یعنی بیشتر تولید اختلال میکنه، یا در واقع استرس یه جور علته، استرس یه جور علت بیماری هاست، در حالی که اضطراب خودش یه بیماریه. و کدوم مهمتر میشه؟ حتما استرس، به خاطری که استرس باعث میشه همه اون جنبه های زیستی، جنبه های ارثی که ما داریم، اون وراثتی که به ما رسیده، مثل بحثای اضطراب و افسردگی بگیرید تا بحثای مثل فشار خون و دیابت و چاقی و مشکلات پوستی و اینها که همه جنبه ژنتیکی به ما میرسه و همه نگرانن از اینکه نکنه اینها کار دست ما بده، اون قسمت دوم رو ازش غفلت میکنن که در واقع چی هست؟ استرس. چی داره این ژنتیک رو فعال میکنه؟ استرس. یعنی در واقع اگر این داستان عدم تعادل در زندگی اتفاق نیفته و این فشارها به سیستم جسم و روان وارد نشه، در واقع ما متوجه میشیم که وراثت نمیتونه ما رو از پا بندازه. پس این ماجرا میره تو اون بحث لایف استایل که اون هم ماجرا و قصه خودشو داره و حتما باید در موردش صحبت بکنیم. اما اینجا اینو داشته باشید که زمانی که ما سبک زندگیمون طوری باشه که نتونیم تعادل رو بین انتظاراتی که دیگران از ما دارن یا کلا جامعه و زندگی از ما داره با توان خودمون نشناسیم، حد خودمون رو نشناسیم، به قول اون ادبای ما در قدیم میگفتن که حد خودت رو یا اندازه خودت رو بدان. خیلی جمله مهمی بود دیگه، میگفتن اندازه خود را بدان. یعنی چی؟ یعنی حواست باشه که چقدر داری برمیداری و چقدر داری ماجرا برای خودت درست میکنی که اگر این تعادل به هم بخوره حتما اون ماجراهای ژنتیکی رو میتونه فعال بکنه و یک سلسله اتفاقات بیماریزا برای ما تولید بکنه که در واقع
اصلی ترین هایی که ما الان میشناسیم و متاسفانه خیلی هم شایع هست همین بیماری های روانتنی هستن یا سایکوسوماتی که منشأشون منشأهای در واقع استرس هست. امیدوارم که این نکته‌ای که امروز صحبت کردیم در صورتی که فکر میکنید که برای شما مفید هست بتونیم بیشتر از این و در بخش‌های مختلف در موردش صحبت بکنیم و هر کدوم رو جداگونه به تفصیل بحث بکنیم. با توجه به اهمیتی که این بحث فکر میکنم در زندگی همه ماها داره، اگر در زندگی شما در زندگی اطرافیانتون همچین چیزی رو تجربه کردید یا سوالی تو این زمینه دارید میتونید توی کامنت ها حتما این رو بپرسید و ما هم توی برنامه تولید خودمون خواهیم گذاشت و حتما در موردش صحبت خواهیم کرد، چرا که مطمئن باشید شناخت و آگاهی به این ماجرا و این که ما بفهمیم که چطوری میتونیم این ماجرای استرس رو در واقع مدیریت بکنیم قطعا میتونه از خیلی از بیماری‌های بعدی پیشگیری بکنه. من آرزوی سلامتی و آرامش براتون دارم و امیدوارم که این نکته کوتاه اما شاید مفید برای شما کاربردی باشه. آرزوی همیشگی من برای شما آرامش، آگاهی و آفرینش است.